این خانم زیباست، پرقدرت، خیلی هم ثروتمنده و الانم مردم یک کشور سرش قسم میخورن. تونسته کاری کنه که منطقه تحت نفوذش به بهشت تبدیل بشه. مشاورش هم کسی نیست جز بن سلمان. ایشون خانم مریم نواز شریف هستن، دختر نخست وزیر سابق پاکستان که الان ریاست کل ایالت پنجاب پاکستان دست ایشونه. خانم شریف اولین طرح نصب سیستم‌های خورشیدی خانگی توی پاکستان رو راه انداخت. اولین برج آلودگی هوای پاکستان رو افتتاح کرد و برای ارتقاء سطح آموزش بین دانشجویان لپتاپ توزیع کرد. بیمارستان ضد سرطان ساخت، طرح حمایتی از کشاورزی را انداخت، افراد معلول رو تحت حمایت قرار داده و واسه زوجهای جوان عروسی گرفت و بیش از 700 جاده جدید توی این ایالت افتتاح کرد و در نهایت بزرگترین سرمایه گذار خارجی رو جذب کرد. همه این کارها رو فقط در عرض 7-8 سال انجام داد. الان هم کاندید نخست وزیری پاکستانه و گفتن به احتمال 99% هم رأی میاره و میتونه دومین زن نخست وزیر این کشور بشه، چون قبلا یه خانم زیبای دیگه به اسم بی‌نظیر بوتو نخست وزیر بود. حالا به نظرتون این زن میتونه پاکستان رو به بهشت تبدیل کنه؟